شو آف مال فکر میکنید فقط آدمای معمولیه؟ نه، شو آف مال آدمای هنرمند و توی کتگوری کاری هنر و سینما اینا هم هست. من توی این مراسم آقای ناصر تقوایی تمام فیلم ها و ویدیوها رو اینا رو عکس‌ها رو همه رو توی اینستاگرام نگاه کردم دیدم واقعی شاید مثلا 6-7 نفر باشن از مثلا کارگردان و چه میدونم تهیه کننده و بازیگر و اینا، شاید به 6-7 نفر هم نرسن، ولی آدمای شو آفین، همش میخوان یه جوری شو بدن که ما چقدر مثلا بهتر. توی خالیه ظاهره رو انقدر میخوان شیک و جذاب نشون بدن و با کلمات انقدر خوب بازی کنن، با رفتاراشون مثلا نشون بدن که ما خیلی از همه برتریم، ولی خیلی اذیت کننده است رفتارشون. نه، ما خیلی اومدم خودم میگم که خب سنشون رفته بالا، گفتم خب این همه آدم سن بالا داریم ما، انقدر رو راست راحت بدون شوآف بدون هیچی. دست رو دلم نذار که خونه.